سلام علیکم مردم شریف تاجیکستان. امیدوارم خوب هستین. در روی اکران سه ماشین کردین. یکم باباجان 88، دیوم اقبال، سیم فخرالدین. این روزا در شبکه‌های اجتماعی اقبال و فخرالدین فطری روزه طلب دارن. در یک ویدیو برشینش این بیوزن همت میشناسین. اقبال بیناموس میگه که اگر فطر روزاتون ما داروی نکنین روزه شما قبول نیست. این بیناموس میگه. ای برای بیناموس بعد مگه میزنه. برای چی باباجانی 88 باباجانی ماشینیک با حرف کلان باباجانی بس فخرالدین رکلام کرد. همه میدونین که باباجان پروستاتک هیچ کار رکلام نمیکنه. هیچ کار به پول. باباجان ای خونه خدا فخرالدین زنگ میزنه. میگه که بیا دایمو شریف رمضان رکلامات میکنم. گلوسای فرزنداتا میمونی، گلوسای مادرتا میمونی. اگر 1 میلیون جمع شید خوب گوش کنید. 200,000 ایما. اگر 2 میلیون جمع شید 400,000. اگر 5 میلیون جمع شید 1 میلیونش ایما. فخرالدین روزی میشوه. ما پیشکی گفتم شما را روزش میشوه. اوج در بین باباجان 88 فخرالدین رزباره. فخرالدین خودش میبره گپ میزنه. دوستان خواهشتان میکنم این کلونا را باور نکنین. دوستان عزیز این فخرالدین باور نکنین. این احمق میگه که مرا فان کردن. من چند بار گفتم بودمش که ترکی فان کرد. چی با تو عریضه نمیکنی. دوستان عزیز شما را استفاده بردیستن. باباجان 88 نمیدونه دیگه چه خیل مردمی مهاجر را فان کنه. باباجان 88 او قیگاش موندگی نیست. ای احمق. یا جهان تشکر دوستان عزیز. نصیب باشه. با قریبی افیر دهیم.